جهتی وسیع نمودن جغرافیای حمل و نقل مال و محصولات و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانه‌های نقلیاتی در 7 سال آینده ما 1,500 کیلومتر راههای ماشینگرد سطحی بین المللی بنیاد میکنیم. با استفاده از امکانات‌های موجوده کشور، رشد هنرمندی از جمله هنرهای مردمی و ساحه سیاحی، بخصوص سیاحی اکولوژی، طبابتی و سالمگردانی، تاریخی و etnografی و فرهنگی، کوهنوردی و دیگر نمادهای سیاحی، همچنین تأسیس اینفراستراکچور ساحه تامین کرده میشود. برای تامین کردن رشد استوار اجتماعی و اقتصادی و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم، ما در آینده نیز تمام ذخیره و امکانات‌ها را جهت تشکیل اینفراستراکچور معاصر در دهات کشور سفربر می‌نماییم.